من ختم میکنم به این نکته که اینم یکی از گرفتاری‌های جامعه ماست که هنوز نفهمیدیم که خاک سعدی شیراز کجاست. ما میشیم میریم شیراز. ما هنوز قبول نکردیم که این بدن کاری نیست و اونی که عاشق میشه اون میره به یه عالم دیگری و عشق جاودانه است. اینو قبول نکردیم و همچنین دائما دنبال گور این و گور اون میگردیم. میگفت یکی از بزرگان که سخنرانی میکرد میگفتش که جوونا بگردین گور میرزا عبدالله رو پیدا کنید. کجاست گور میرزا عبدالله؟ گفتم گور میرزا عبدالله پس کن حالا همینجاست. گور میرزا عبدالله ردیف میرزا عبدالله است که شما اگر یه آدمی که بلد باشه هر وقت خواستیم برین سر قبر میرزا عبدالله بریم پیش یه آدمی که ردیف میرزا عبدالله رو بلده به شما یاد میده، این میشه گور میرزا عبدالله. من خودم الان چند 30 ساله که مرحوم پدرم فوت کرده هیچ سر مقبره او نرفتم. ما یک بار مرحوم پدر به خاک سپردیم و دیگه بقیش حضور داره، دیگه بقیش اون روح جاودانه اون همیشه با ما هست. ما یه مقدار زیادی صورت پرست شدیم و تصورمون اینه که اون آدم اولا فکر می‌کنیم شبای جمعه ارواح آزادن، تعطیله و نمیدونیم ما شنبه اونجا که نمیدونیم چه جوریه که میگن شبای جمعه لابد انسان ما تعطیلیم اونها هم تعطیلیم. خب وقت شبای جمعه چی میشه؟ شبای جمعه بابا شما تعطیلی پرسن کنه، اونا تعطیل نیستن، اونا تعطیلی ندارن که. بعد میگن بریم شب جمعه میان ارواح اونجا ما اونجا ملاقات کنیم. مثل آدمایی که ممنوع الورود هستن، گاهی اوقات مثلا به یک کشوری میگه آقا تو بیا دبی منم میام از اینجا دبی اونجا هم دیگه رو ببینیم. این که ممنوع الملاقات است، میتونه بیاد خونه شما، اگه میتونه بیاد تو اون قبرستون میاد خونه خود شما. مرحوم پدرم وقتی ما نشستیم دور هم خواهرها و برادرها، پدرم چرا نرید اونجا بره اونجا تو قبرستون اونجا چیکار بکنه؟ منتظر ما باشه اونجا بگه من واسطم نیومدنش کدومش. میاد خودش خونه ما دیگه، خونه ما که بهتره که اگه اون روح آزاده، اگر آزاد نیست که اونجا شما بعد چی میریم؟ ما یه تصوراتی که داریم میگم آزاد نیستیم. عشق به خوبی گرفتاری هم داره، گرفتاری های چیزی هست که نمیذاره ما به اونا برسیم. یک همین صورت پرستیه. ائمه ما هم گفتن که اگه می‌خواستی امام رضا کجاست که زیارتش کنی؟ گفتن فی قلوب من والاه قبره، قبرش در دل کسیه که اونو دوست داره. تو برو ببین این اگه این آدم اینو دوست داره بیا اون آدمو زیارت کن. هیچی بهتر از زیارت یه ولی، یه کسی که عاشق اونه. کسی اگر عاشق الهی قمشه‌ای مثلا هست، مرحوم پدران اگه ببینه که کسی هست که اینم عاشق اونه، خب میره زیارت اون. بهترین نزدیکترین کسی به اون اینه. و فی قلوب من والاه، این حرف خیلی مهمه که متاسفانه نمیزنن این حرفو، که در دل اون کسی که دوستش داره، اون کسی که امام حسین دوست داره ممکنه بغل دستت نشسته باشه تو داری پا میشی میری اونجا. البته اون سیر ظاهری هم در بعضی افراد یه احوالی ایجاد میکنه، ولی این تصورات نباید از ذهن ما بیاد که فکر کنیم اون اونجا میشه دید. اون رو شما همه جا میتونید، هر کجا که شما دلتون با او پیوند برقرار بکنه و معرفتی از او پیدا بکنین و دلتون پر بزنه برای اون میاد پیش شما. کما اینکه اگه دلتون واسه خدا هم پر بزنه که میگم من عاشق خدا هستم، نمیاد خدا. گفتم نیستی هنوز. اگه باشی خداوند منتظر یکی دلش پر بزنه فورا میاد. این قدم دلش نازکه خداوند، به محض اینکه ببینه که تو داری قصه میخوری و میگی من در فراغ تو هستم و کجایی، همون موقع میاد. اصلا همون فراغ رو اون فرستاده قبلا که تو احساس بکنی، وگرنه تو که احساس فراغ اون نمی‌کردی. اگه دیدی دل تنگ شده برای خدا، بدون که اونجاست، بدون که اومده. انشاءالله که ما عاشق بشیم به معنی واقعی، عاشق روح، که روح به معنای حقیقی، به معنای عشق، به معنی شادی و به معنی جاودانگی روح نزاده شده، نه میمیره. لم یلد و لم یولد، روح ما نماینده خداست. لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد.